وبين منتظر يعد الثواني. رمضان قد زنت السماء برحمة، فتحت بمقدمك الجنان الثمانية. صوم وصدق وابتهال ودعوة، عاليت بالأجر الجبال الرواسيا. لك الحمد ربي أن رددت مداره، لكن رجائي لا ترد دعائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه توفیقات ارزشمند و مفیدش. همه توفیقات خداوند مفید و ارزشمند هست، اما با ارزشترین توفیقات خداوند توفیق هدایت به دین مبین اسلام، این در گرانبهایی که خیلی داریم تلاش میکنیم که بپذیریم که این اسلام واقعا گوهر ارزشمند و نفیسی است، ولی کم داریم میاریم. هنوز اون شناخت کامل نشده، اون معرفت حاصل نشده. تقریبا ایمان و اسلاممون موروثیه. بعضی موقع خوبیم، بعضی موقع ضعیف میشیم، بعضی موقع تنبل میشیم، بعضی موقع دودل میشیم، بعضی موقع شادابی و تراوت داریم، بعضی موقع منحرف میشیم و تنبل میشیم و بعضی موقع میایم جلو و بعضی موقع فاصله میگیریم. باید منتمون بگیرن. بیا برای خودت تلاش کن، بیا برای خودت چیزی بکار، برای خودت توشی بگیر. همونطوری که دوران بچگیمون مادرمون نازمون میخرید، بیا بچه غذا بخور، بیا سر سفره، بیا فلان، بیا یه لقمه بخور. حالا هم خداوند داره ناز و بندگانشو میخره. بیا یه رکعت نماز بخون، بیا از این ماه رمضان استفاده بکن، بیا این سفره‌ای که پهنه دستی بیار توش، بیا یک آیه گوش بده، بیا یک بار استغفار کن. فرقی نمیکنه. بالاخره انسان‌های خوب خیرخواه همن. حالا این انسان‌های خوب میتونه مادر باشه، میتونه پدر باشه، میتونه دوست باشه، میتونه معلم باشه، میتونه برادر باشه، میتونه همسایه باشه. اما بهترین و خوبترین و خیرخواهترین و دلسوزترین الله هست. هیچ کسی به دلسوزی الله نیست. قدر این فرصت ها رو بدونیم. همینطوری که گفتم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. اگر کمی دقت بکنیم، خداوند دنبال یک بهانه میچرخه که تو رو بیامرزه. بعضی موقع بهانه رو خودش به وجود میاره که تو رو جذب بکنه، یه چیزی بهت بده. از این دیگه بهتر خدای به این مهربانی، به این خوبی منتظر یک فرصتی است، یک بهانه است که به مناسبت‌های مختلف بگه انی قد غفرت لکم. بازم ما فرار میکنیم، دست نمیدیم.
گفته 10 روز اول رمضان رحمته، بیا تا رحمت کنم. خب بیا دیگه. 10 روز رمضان وسط رمضان مغفرته، بیا تا بیامرزمت. اگر خدا ما رو دوست نداشت میگفت بیا تا رحمت کنم؟ بین خودمون کسی که دوستش نداری رحمش میکنید اگه فرصتی گیرت بیاد؟ پس خدا ما رو دوست داره. وقتی خدا ما رو رحم کردن آمرزیده، یعنی دهه وسطش هم مال ماست. اگه این 10 روز اول رو رحم شدیم، 10 روز بعدیش مغفرت حاصل میشه. وقتی مغفرت حاصل شد، نجات حاصل شد. میگه 10 روز آخر رمضان نجات از جهنمه، عتق من النار. اینا به هم وصله. اول خیرخواهی و محبت رمضان فرستاده، بعد آمده 10 روز اول میگه رحمت بکنم، باید از خودمون یه چیز خوبی نشون بدیم. 10 روز اول تمام شد دیگه. برادرمون دعا میکرد خدایا در 10 روز اول رمضان ما رو رحم بفرما. حدیث دیگه. به نظر خود ما و شما تو این 10 روز فکر میکنیم که رحم شدیم یا کم آوردیم؟ هر کسی خودشو بهتر میشناسه. سر 2 نفر نمیشه کلاه گذاشت، یکی سر خدا یکی سر خودت. چون خودت از درونت آگاهید، از نیتت میدونید، خدا هم از نیتت آگاهه، از درونت آگاهه، از غیبت آگاهه، از قصدت آگاهه. این سوالو حتما از خودمون بکنیم. آیا تو این 10 روز شایستگی رحم خدا رو پیدا کردیم؟ خدا که رحم میکنه، غیر از من و تو رو رحم بکنه به من و تو چه فایده؟ من آنم که رستم پهلوان بود، دلم خوشه که دیگری رحم شده. خب خوشحال میشیم. انسان مسلمان حسود نیست، به خوشحالی و توفیقات دیگران خوشحال میشه. و یکی از دعاهای مسلمان اینه که خدایا به توفیقات برادران و خواهران مسلمانم روز به روز بیفزا. نه تنها برای خودش، بلکه میگه به توفیقات دوستانم، برادرانم، خواهران مسلمانم بیفزا. روز به روز به توفیقاتشون اضافه کن. ولی روز قیامت دیگه این حرفا نیست. امروز تو دنیا میگی به توفیقات اونها بیفزا. اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات. خدایا مؤمنین و مسلمات و احیا اموات و هر چی که میشناسم و نمیشناسم همه رو رحم بفرما. ولی باور بکنید که در دشت محشر حاضرید که حسنات دیگران رو اگر به اجازه بدن بربایید. سرگردان برای یک حسنه حاضرید که دستبرد بزنید ولی نمیگذارنت. یوم یفر المرء من اخیه. برادر از برادر فرار میکنه روز قیامت. سوره عبسه است دیگه، که مبادا برادری کم آورده به برادرش بگه یه مقدار حسنه ندارید؟ کم آوردم، میخوان نمره بهم بدن، نمرم به 10 نمیرسه که قبول بشه. یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. از مادرش که اونو به دنیا آورده، که مبادا مادرش بگه که من 9 ماه و 9 روز تو شکمم جا دادم، 2 سالم به شیر دادم، از شیر و خون و شیره بدنم مکیدید، حالا یه 10 تا حسنه کم آوردم ندارید بهم بدید؟ مادرت هم. یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. از پدرش هم فرار میکنه. و صاحبته و بنیه. از همسرش هم که 70 سال 80 سال باش زندگی کرده، نفقهشون داده، مسکن براشون درست کرده، پوشاکشون تأمین کرده، بهداشتشون تأمین کرده، دوا و دکترشون تأمین کرده، میره پیش همسرش میگه تو چیزی نداری به من بدید؟ از اونم ازش فرار میکنه، یا از همسرش هم فرار میکنه، یا همسرش بیاد ازش تقاضا بکنه، و بنی از اولادش هم فرار میکنه. تو دنیا اگر که دید مرچی به طرف بچهش میره، بلا فاصله مرچه رو میکشه که مبادا یک نیشی بزن مورچه، تا چه برسه عقرب، تا چه برسه مار. چطوری تو آغوشش میگیره که چیزی بهش نرسه.
ولی اونجا از فرزندش هم فرار میکنه که شاید از همدیگه تقاضایی داشته باشن. تو دنیا چقدر نسبت به همدیگه رحیمیم، ولی اونجا دیگه نه. اونجا نفسی نفسی است. اونجا فقط بازار حسنات گرمه. هر کسی حسناتش بیشتر، مردم تو دنیا دلشون به گلکویز خوشه. چقدر بدبخت شدن؟ تا بدبخت نشدن دست از گلکویز نکشیدن. بچه های روستایی رو جمع کردن بردن تهران، اکثرا از مناطق خودمون، که تو اگر 10 تا مشتری برای ما پیدا بکنید همش چه شمش طلا به حسابت میاد. وسوسه شدن شمش طلا فلان. تو 4-5 ماه اول خوب، بعد که دور و برشون نگاه کردن که ای داد بیداد، زیرشون خالی شده با یک مشتی از دیون و بدهکاری و بی‌آبرویی و بدبختی مات و مبهوت شدن. در قیامت غنی و سرمایه‌دار کسی است که حسنات در اختیارش باشه و مطمئن باشه اگه در دنیا پول داشته باشید شاید خیر باشید و چک بکشید برای کارهای خیر، برای فقیر، یتیم، مسکین. شاید 1 نفر باشه 2000 تا یتیم زیر پوششش داشته باشه، ابروش خم نمیشه. اگه عیسی صالح گرگ یا رستمانی امثالهم 5000 تا یتیم هم زیر پوشش داشته باشن، ابروشون خم نمیشه. ماهی 100 درهم 200 درهم بهشون بدن، خدا بهشون داده. ولی تو قیامت کسی برای کسی چک نمیکشه. در دنیا چک میکشن، تو قیامت کسی برای کسی چک نمیکشه. اینو یقین بدونید. اونجا نفسی نفسیه. همین رکعات به دردت میخوره، همین آیات به دردت میخوره، گوش میدید با هر حالتی که ایستادید. حتی اگه اینجا نتونستید رفتید تکیه زدید تو مسجد نشستی، گفتی حالا نماز نمیتونم بخونم، حداقل تکیه بزنم به ستون، تو این دعا شریک باشم. یکی از دعاها میدونی چی بود؟ خدایا بر دلهای خشکیده ما ایمان ببار، باران ایمان. دل با باران ایمان زنده میشه. و بر بلاد خشکیده ما باران آسمان ببار و خیرات و برکت از آسمان ببار. حیات دل ایمانه. خدایا با ایمان واقعی که مبتنی بر شناخت و معرفت باشه، دلهای ما را و روح و روان ما را احیا بگردان و بر این بلاد خشکیده هم باران رحمت بباران، نه باران عذاب. امروز همه تون میدونی که زلزله شد، همه به وحشت افتادن. با آقای سماک تو جاده آبشورک میرفتیم، من چیزی بهش نگفتم ولی احساس کردم که ماشینم پنچر شده تو جاده فرمون، چون شدتش زیاد بود، تقریبا 30 ثانیه هم تداوم داشت. احساس میکردم که امروز یا یه جاده، چون از این جاده همیشه میرفتم، جاده‌ام که مشکلی نداشت، احساس کردم که میخواستم بگم آقای سماگی ترمز ناکن پنچر نشده باشید، بادش کم نشده. گفتم ولش کن الله. هی دنده رو آوردم سنگین‌تر که شاید ماشین تو دور بیفته، از کنترل هم داره خارج میشه. رسیدیم تقریبا مسجد سرباقی، دیدیم که یه عده‌ای از خونه هاشون آمدن بیرون، نگاه به بالا دارن میکنن. سبحان الله، چه خبره؟ فکر کردیم آتش سوزیه. آمدیم از این همین کوچه پایین، آمدیم که این فلکه یاد بود به طرف ساحل، همه بیرون آمدن نگاه ساختمان دارن میکنن. گفتیم این ساختمان ها به هم وصله، چطوری آتش سوزی شده، چه خبره؟ بازم متوجه نشدیم. آمدیم سر فلکه یاد بود، یکی از تو بانک در آمده، این بانک میگه که این جرثقی رو بچرخونید. اما سنگاه هست رو جرثقی، درست روی بانک بود.
جرثقیلی که ساختمان داره کار میکنه، داد میزد سنگا رو بچرخونه. جرثقیل هیچ کس هم نیست که جرثقیل بچرخونه، کار تعطیله. آمدیم فلکه به طرف سرود، دوباره یه عده‌ای در آمدن. وای سما گفتم یه خبری هست بر بگردن که آتش سوزیه. سوال کردیم از همین انبا فروش چه خبره؟ گفت زلزله شده. من متوجه شدم که اون فرمان زلزله بود ولی ما تو ماشین بودیم. بعد گفتن که مرکز ثقلش تو جزیره بوده و 3-4 نفر هم کشته داده تو کوه‌ای و تقریبا تو دریا، مرکزش تو دریا بوده کوه‌ای، درست همون روستاهایی که چند سال پیش تو جزیره زلزله شدید آمد که منجر به اون همه خسارات مادی شد. بازم خدا رحم کرد، تلفات جانی نداشت. شاید زنگ خطری باشه که درست از رمضان استفاده نمی کنیم. نه اینکه گناهکاریم ولی تنبلیم. زنگ خطری باشه. تو رمضان بعد متوجه شدیم که سبحان الله خداوند یک لحظه خواسته یا ناخواسته، خصوصا این خانه های آپارتمانی خیلی زلزله 6 ریشتری، یعنی واقعا خدا داره رحم میکنه که چطوری این طبقات بالا و روی این راه، تو این راه پله و تو آسانسور و تو نمیدونم فلان و، یعنی خدا راحت میتونه ما رو بگیره. ولی بدتر از گرفتن با عذاب با زلزله خداوند تعهد داده به پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از خداوند خواسته که امتش را با یک بلا کلا نابود نکنه، مثل امتهای گذشته. نافرمانی میکردن یک جا نابود میشدن. قوم عاد و ثمود اونقدر قوی بودن. برید مدائن صالح تو جاده اردن بین مدینه و تبوک ببینید. مدائن صالح، حضرت صالح، اونقدر اونها قدرتمند بودن قوم ثمود که آمدن کوه و تراشیدند، در دل صخره‌های کوه خانه درست کردن. ولی ناقه صالح رو کشتن. سنگدلترین اونها حضرت صالح علیه السلام بهشون گفت که دست به این شتر نزنید. گفتن نه، این شتر آب ما رو داره میخوره، سهم ما رو داره میخوره. سنگدلترین قوم ثمود بهش میگن قدار ابن سالف، بلند شد خنجری رو برداشت گفت دست به این شتر نزنید. نافرمانیش کردن. بالاخره بلند شد خنجر رو فرو کرد تو سینه شتر. خداوند مهلتشون نداد. همجور که مشغول، بعضی سر سفره بودن، بعضی بیل زده بودن، بیل رو بلند نکرده بودن، بعضی لقمه تو دهنشون گذاشته بودن، بعضی خوابیده بودن، بعضی خم شده بودن، در همون حالت خوش شدن. گفتم دست به این شتر نزنید، خطرناکه. این شتر رو رها بکنید تا هرچی آب میخواد بنوشه. نمیشه شوخی گرفت. قوم عادم که دیگه کجاست اون تمدن عاد؟ بعضی موقع با صاعقه، بعضی موقع با خسف یعنی زمین باز میشه، بعضی موقع با قذف پرتاب. نمیدونم اخبار میگیرید در قاهره، در مصر کوه رانش کرده بود، آمده بود روی یک شهری. تا الان چیز حدود خیلی وقت الان
نزدیک 70 نفر کشته داده. کوه بزرگی نصف کوه آمده بود پایین و اهالی میگفتن 500 نفر هنوز زیر کوهن که ناپدیدن. در خوزستان خودمون سیل آمده، بخشید طوفان آمده، نزدیک 5-6 نفر کشته داده. در چهارمحال بختیاری سیل آمده. بعضی موقع میگیم بارون بده، بارون میاد، ازش وحشت میکنیم تحویلش بگیریم، ولی خوب تحویلمون میگیره. فکر نکنید دریا دارید انواع نعمت ها توشه، این ماهی تازه، میگوی تازه میاد میتونید بخورید. بعضی موقع همین میگوی تازه و ماهی تازه نمیتونید بخورید، طوری میشه که نمیتونید بخورید. اگر حلال و پایمال کردید سگ حرامه بخورید، ولی چند تا سگ هست تو منطقه برید بشمارید. به اندازه گله گوسفند یک روستا تو استان هرمزگان سگ نیست. کسی سگ رو ذبح میکنه بخوره؟ نه. ولی چقدر گوشت گوسفند رو داریم ذبح میکنیم، بعدم تعداد گوسفندا کم نمیشه. چقدر شتر و گاو و مرغ رو داریم ذبح میکنیم و میخوریم، حلال گوشت کم نمیشه. اونقدر نسلش زیاده که حدی نداره. اگر یه ماده حبور 700,000 تخم میذاره، اگر یک میگوی مولد بین 50,000 تا 350,000 تخم میذاره، حالا بدونید و بشمارید که موجودات حلال گوشت خداوند چقدره. ولی چون که حلال و پایمال میکنیم، اسراف میکنیم، حیف و میل میکنیم، بعضی موقع تب برفکی و نمیدونم جنون گاوی، آنفلانزای مرغی، یعنی خودت مجبور میشی که همین حلال گوشت رو چون تو زباله مینداخته، نه تو عروسی ها چقدر اسراف میشه. 850 میلیون تا 900 میلیون فقیر در دنیا وجود داره که بیشترشون از ممالک اسلامی هن. آمار سازمان ملله. برای یک وعده مشکل دارن، ولی ما چقدر اسراف داریم. سبحان الله. کاری میشه که خودمون با دست خودمون این پرنده ها و این گاو ها و این گوسفند ها رو اصلا بسوزونیم که دیگه این میکروب و این وبا چه تولید نشه. وقتی قدر حلال نفهمیدی اینطوری خدا حلال از دستت میگیره. یه زمانی چند سال پیش یادتون میاد شایعه شد که کسی میگو نخوره؟ کسی میگو نخوره؟ شایعه شد که این مشکل داره میگو. باید با خدا کنار بیه، وگرنه فکر نکنید که حلاله. گله گوسفند که خیلی زیاده. فرانسه فکر میکنم تو 1-2 سال پیش در یک روز چند صد هزار رأس یک جا از بین برد. باید با خدا کنار آمد. من بعد از ظهر اخبار گرفته بودم سراسری، با مدیریت حوادث نمیدونم فلان صحبت میکرد. اون مجری میگفت که احتمال داره این زلزله 6 و 10 ریشتری که در جنوب هرمزگان آمده، در جنوب کشور، در این جزیره بین بندر خمیر و اسکله کاوه تقریبا و قسمت از جزیره و بندر، احتمال داره چون مرکز زلزله تو دریا بوده، احتمال داره که تبدیل به سونامی بشه. سوال میکرد، میگو نه احتمال نداره. احتمال نداره. خب احتمال نداره. هر چیزی احتمال داره. این تو محاسبات خودش میگه احتمال نداره. چرا میگم پیشبینی های غیر مترقبه؟ آمریکا با اون قدرتش نمیتونه این طوفان های که در ساعت چیز حدود 250 کیلومتر یا 300 کیلومتر سرعت داره، نمیتونه مهار بکنه، نمیتونه کنترل بکنه با اون هم امکاناتش. خواهش میکنم یک کمی کمتر عکس بگیرید که حواسم پرت میشه. این دوربین هست، با موبایل عکس نگیرید، فیلم نگیرید. این دوربین هست، تکثیر میشه برای همه. حواسم پرت میشه. خوبه؟ ببخشید، معذرت میخوام. نمیتونن کنترل بکنن.
دوستی از ایرانیان خودمون در میامین آمریکا تعریف میکرد، میگفت وقتی که اعلام کردن که طوفان نمیدونم فلان با سرعت 200 خورده ای داره میاد، میگه خبرم نشد تو حیات خونم یک کیوسک نگهبانی داشتم، معذرت میخوام با یه سگ نگهبان، میگه یه قرآنی همطوری تو تاقچه گذاشته بود، اصلا قرآن نمیخوندن، اصلا فاصله گرفتم، ولی بود به عنوان یک رسم مسلمانی. میگه یک دفعه دیدم که سقف اینطوری داره چه میچرخه، همین فرصت کردم، همین قرآن رو بلند کردم، قرآنی که اصلا سرش باز نمی کردم گذاشتم رو سرم، گفتم خدایا منی که حرمت ندارم پیش تو، این کتاب تو اگر حرمتی داره خواهش میکنم به حرمت کتابت این سقف رو سر من نیاد یک بار. دیگه خبرم نشد، از تو پنجره در رفت، پنجره رو با خودش برد، وقتی نگاه کردم که کیوسکم نیست، سگم نیست. یکی از عذاب‌هایی که خداوند بر امت‌های قبل از ما فرستاد باد سموم بود، هم تنوزش بود، هم صدای رهیبی داشت و هم سرمای سوزان، یعنی به پوستشون میرسید خشکشون میکرد. سبحان الله. قرآن میگه که از این باد تنوزش و سوزان و با صدای مهیب میآمد از تو خیشومشون، بینیشون و دهانشون میرفت داخل، هرچی معذرت میخوام شکمبه و دل و جگر و رودشون بود از مقعدشون خارج میکرد، که انهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه سخرها عليهم 7 ليال و 8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویه. 7 شب و 8 روز پشت سر هم این باد برشون مسخر کرد، نفس همه رو گرفت، همه رو تخته کرد روی زمین. تعبیر قرآن میگه که انهم، فکر میکردی که این قوم سرعا هستن، یعنی مستن یا شکست خوردن، همینجور دارن خمارن، یک دفعه همینجور سرشون گیگ میرفت، تق میافتادن. تعبیر قرآن میگه مثل پسمانده تنه خرمایی که آتش گرفته و سرش سوخته، فقط چه تنش همینجور خوش روی زمین افتاده، که انهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. آیا آثاری از اونها مونده؟ از شما هم قوی تر بودن، شاید هر کدوم 700 سال 800 سال عمر میکردن، قدرت بدنیشون هم 30 گز قدشون بوده، توانشون صخره رو بلند میکردن. فرعون هم با همون آبی که زیر پاش بود از روی سرش رفت، تو حلقومش رفت آوردش بالا. قارون هم با مالی که میتونست برای خودش سعادت و خوشبختی بیاره، خداوند زمین و زیر خزائن قارون و زیر قصر قارون زمین رو باز کرد با زلزله، بهش میگن خسف. خسف یعنی چه؟ زمین رو باز میکنه. زمین وقتی باز شد فخسفنا به و بداره الارض، زمین و زیر خودش و دارش و خانهش و قصرش و ممتلکاتش باز کرد، همه رو بلعید، بعد زمین به هم آمد. نمیشه نادیده گرفت. بعضی از عذابهای قوم بنی اسرائیل ملخ بوده. از پدرانتون بپرسید، زمان قدیم وقتی ملخ می آمده هرچی میخوان تشبیه بکنن میگن مثل مور و ملخ میریزن. ملخ وقتی می آمده درست از یه طرف خوشحالی بوده، زمان قدیم 50 سال پیش 60 سال پیش، از اینایی که سال خورده هستن بپرسید از پدرانمون که اینجا نشستن، درست خوشحال می شدن که ملخ می آمده، خوش می شده، رو هم انباشته می شده، بعد جارو می کردن. مادرم خدا رحمتش بکنه مردگان ما و شما میگفت که وقتی ملخ می آمد دیگه این تقریبا شاید نیم متر 1 متر روی هم، از بس که تعدادش زیاد بود به میلیارد دیگه نمیتونستن، زیر همینجور لایه لایه خفه می شدن. دیگه با جارو جمع می کردیم، خوش می کردیم، تو گونی می خوردیم. ولی بر هر آبادی که می رسیدن دیگه قیچی می کنن. یکی از عذابهای قوم بنی اسرائیل همین ملخ بوده. فارسلنا علیهم الطوفان
و الجراد، جراد یعنی ملخ، و الضفادع و الدم، قورباغه. یه وقت میبینن کل زندگیشون قورباغه است. و دم، سبحان الله، لیوان آب میخواسته بخوره یک دفعه تبدیل به خون میشده. سفره جلوش گذاشته یک دفعه خون میشه. یکی از شبها زمانی که این خانه قدیمی پدرم که اینجا بودیم ما، یکی از شبها یه حالت بیخوابی بهم دست داد. شب بلند شدم، خیلی اصلا دلم گرفته بود، آمدم تو حیاط، تقریبا ساعت 2:30 شب بود. سبحان الله، یک دفعه یه بویی به مشامم خورد، بو غیر طبیعی بود، یه حالت سرگیچه به انسان. وقتی نگاه کردم که حالا تصور بکنید این قسمت یک تکه پنجره نداشته باشه، همه سفیده، سیمان سفید یا گچ. دیدم که یک تکه سیاست. رفتم نزدیک در بینیم، گرفتم که بو از همینجاست. حالا که نگاه کردم، گیرق میدونی چیه؟ مورچه کوچک. گیرق چند لایه رو هم به دیوار چسبیدن تا بالا. شب بوده، میخواستن هجرت بکنن از زیر همین سوراخ‌هایی که تو لابلای مزایکه. بعضی موقع همین تونل هایی که تو خونه شماست، شاید میلیون ها مورچه تو همین تونلی که یه سوراخی داره تو این طرف مزایک، سوراخ تو درز یا شکاف مزایک اون قسمت، یک قسمت اون طرف حیاط، اینا به هم وصلن از زیر زمین. اینا شب بوده، نمیدونم چطور از جایی میخواستم برم به جایی، گفتم اصلا قابل شمارش نبود. حالا تصور بکن اینجا از پایین تا بالا چند لایه که بعضی دیگه سبک بودن با باد میافتادن. وسط هم اونجا یک نورگیری بود، درش هم باز بود. گفتم خدایا به دادم برس، اگر اینا بیان داخل حمام یا دستشویی بعدم بیان اون طرف تو خونه، کارمون تمومه. همین بو آدمو خفه میکنه. ما در مقابل عاجزترین مخلوق نیازی نیست که تو شب بخوابی از اون طرف از ترس دزد حفاظ و در و نمیدونم همه چند تا قفل زدید که دزد نیاد، از اون طرف زلزله میشه، حالا دست باچه میشین. یعنی چیزی که تو از ترسش رفتی داخل خودتو قایم کردی، حالا باید از ترس یه چیز دیگه بیاد بیرون، خودتو پرت بکنی تو حیاط. شب که میخوابید دهنت بازه، شب میخوابی بینید بازه، دهنت بازه، گوشت هم بازه. کافی که یه چیزی بره داخل. یکی از آداب اینه که با دهان نشسته نخوابید. دعای نوزاد میدونی چیه؟ نوزاد، اگر نوزادی بچه کوچکی دیدید، حالا مال خودت مال دیگری، این دعا رو براش بخون. اعیذک بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. شنیدید؟ اعیذک، بگید بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. حالا معنیش بکنم. چقدر تو فکر سلامتی جسمی ما و شماست پیامبر صلی الله علیه وسلم و خدا. اینقدر آداب اسلام زیباست که اصلا آدم باید در مقابل این زیبایی دست ببنده و ثناگوی خدا و رسول خدا باشه. خدایا این فرزندمو در پناه تو قرار میدم، خصوصا نوزاد، بچه‌ای که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه بگه بابا مورچه، عقرب میاد طرفش میره باش بازی میکنه، تشخیص نداره دیگه. خصوصا برای این سنین که تشخیص نداره این عقربه یا مورچه است، این گزنده است، نیش میزنه، سمیه، همه رو یک نواخت. تکتیکو میدونی چیه؟ تکتیکو همین که تو بعضی موقع کنار مهتابی بعضی بچه های کوچک همینو گرفته تو دهنش قورت داده، نمیدونه چیه، بازی میکنه، یه دفعه
تو برسی رفته پایین. میگه خدایا این فرزند رو در پناه تو قرار میدم، اعیذک، در پناه کلمات تام و کامل تو قرار میدهم، من کل شیطان و هامه، از شر هر شیطان انس و جنی، شیطان هم کمینه بچه های ما گرفته، و هامه، و از شر هر جانور و حشراتی که چه؟ از شر هر حشره‌ای که موذی است، حشرات، و من کل عین لامه، و از هر چشم حسودی که این بچه رو ببینه ملامت بکنه، هر چشم ملامت کننده‌ای. همه چیز در بر گرفت، هم شیطان، هم حشرات موذی و هم چشم بد. چرا از این دعاها غافلین؟ چرا سوال نمی کنیم؟ خداوند همه ما و شما مزید توفیق عنایت بفرمایند و از این رخدادهایی که در دنیا رخ میدهد درس و عبرت بگیریم. تصور بکنید امشب اون روستاهایی که حالا متضرر شدن با چه دلهره‌ای، ولی شما چه راحت دارید نماز میخونید، نشستید تو هوای خنک. تا چند روز پیش اوائل رمضان خیلی از دوستان میگفتن خیلی گرم تو مسجد. من نمیدونم خواهری است یا مادری است، نمیدونم. من به یکی گفتم پول فرستاده، هم برای فرش هم برای این 4 تا کولر، ولی باور میکنی که نمیدونم اون مادره یا خواهره یا برادره، مرد یا زنه، ولی 80% احتمال میدم که یک مادری است که پول این فرش داده. الان که هوا خنک شده فرش کوبه، خیلی از دوستان میگن سردمون میشه. چقدر آرامش دارید. باید قدر این نعمت ها رو دونست. باور بکنی خیلی ها دوست دارن نماز تراویح با این آرامش بخونن. تو افغانستان دوست ندارن. الان شدت گرفته حملات ناتو و آمریکا و میزنن مسجد با نمازگزارش، مدرسه دینی با طلابش. مشرفی که اون همه ظلم و ستم کرد در به در شد که حتی آمریکا هم خودش تحویلش نگرفت، گفت برو عربستان. تو مصر هم زن نگرفته بود که مثل شاه ایران وقتی در به در شد مصر راش بده. مصر اگر به شاه راه داد به خاطر ثریا بود، ولی گفت بیا اینجا بمیر فقط بس. شاه رفت تو مصر، اونم به حرمت ثریا زنش اجازه دادن که اونجا بمیره بره زیر زمین بایگانی بشه. میدونی چرا شاه اینطوری شد؟ به خاطر که لقب خدا را به خودش داد. در حدیث وارد شده لقب شاهنشاه همین به همین لفظ، لقب شاهنشاه یعنی ملک الملوک. این لقب خداست فقط. هیچ انسانی بنده حق ندارد که لقب ملک الملوک شاه شاهان به خودش بده. شاه شاهان اللهه. با چه جرأتی به خودش این لقب داد شاهنشاه، شاه شاهان؟ آخرم جایی پیدا نکرد برای مردن، رفت جزیره موریس، یه قصر اونجا داشت. من یه دوست همکلاسی داشتم از جزیره موریس بود، زیباترین جزیره دنیا. گفت که شاه شما یه قصر اونجا داره، یه نگهبانی داره، همطور وله. خیلی مواظب القاب، مواظب رفتار، مواظب اعمال. در فلسطین چه داره میشه؟ دوست ندارن این بندگان خدا آرام بیستن دعا بکنن، خمپاره میاد پایین. در عراق چه میشه؟ در سومال چه میگذره؟ در اریتریه چه میگذره؟ مسلمانان مرو، یک زمانی مرو فیلیپین 100% یک کشور اسلامی بوده، ولی امروز شاید 5% فقط مسلمان درش هست.
مسلمان ها از دین فاصله گرفتن، دولت و ملتشون همه مسیحی شدن. یک تعدادی مجاهد هستن که اسلحه دستشون رو دارن می جنگن، استقامت میکنن. قدر این نعمت ها بدونیم قبل از اینکه حسرت این نعمت ها رو ببریم. خدا نکنه در منطقه جنگ بشه. ما دیگه طاقت برادران مهاجر افغانیمون نداریم، ما باور بکنی نداریم. اونا خدا یه صبر عجیبی بهشون داده، یه طاقت عجیبی. ولی هممون خودمون رو میشناسیم، خودمون اون طاقتشو نداریم. در روز خوشحالی مطیع خدا باشیم تا در روز سختی هوای ما و شما رو داشته باشیم. عزیزمون میگه صحبت رو ادامه بدید، از راه دور آمدید. خیلی ممنون، وظیفه ماست که در خدمت شما باشیم، ولی خب چون هر شب هست نمیشه ادامه بدید. میتونید از سیدی ها و نوارهایی که ضبط میشه استفاده بکنید، برای خودتون فراهم بکنید، چون تو نماز قیام ساعت 2 هم مختصر صحبتی میشه. بعضی موقع ظهران تو بعضی مساجد، جاهای دیگر، البته تو خود اینجا نه، صحبت میشه و فکر میکنم که کافی است. از خداوند توفیق بطلبیم که کلام زیاد نشنویم، بلکه از کلامی که میشنویم بهترین استفاده بکنیم، چون بهترین بندگان خدا کسانی هستند که یستمعون القول فیتبعون احسنه، حرف گوش میدن و بهترین گفته ها رو بهش عمل میکنن. صحبت کم با عمل زیاد کارسازه. موفق و مؤید باشید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موفق و مؤید و سربلند باشید. دست همدیگه رو بگیرید، لبخندی بزنید تو صورت همدیگه و همدیگه رو حلال بکنید و انشالله همیشه در راه خدا مستقیم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.